تصور کن تو دوره‌ای زندگی میکنی که هنوز خیلی از رازهای دنیا کشف نشده. اونجا یه نابغه مثل بوعلی سینا ظهور میکنه، کسی که نه فقط تو پزشکی بلکه تو فلسفه، نجوم و حتی موسیقی حرفی برای گفتن داره. بوعلی سینا با کتاب‌هایی مثل قانون راهنمای پزشک‌های جهان شد و اسمش برای همیشه در تاریخ موندگار شد. بوعلی فقط یه دانشمند نبود، اون کسی بود که نشون داد خلاقیت و تلاش میتونه مرزها رو جابجا کنه. حالا ایسکو تو دنیای فوتبال همین نقشو داره. وقتی توپ زیر پای ایسکو میچرخه، انگار یه دانشمند تو زمین داره نقشه های پیچیده‌ای میکشه. به جز نقش بوعلی سینا به عنوان نمادی از خلاقیت و تفکر عمیق، سنجدی که تو دست ایسکو هست داستان خودشو داره. سنجد نماد عشق و خردورزیه، همون چیزی که بوعلی سینا تو همه کارهاش داشت و ایسکو هم توی زمین بازی ازش استفاده میکنه. این کارت یه یادآوری کوچیکه برای اینکه هر کسی میتونه با قدم‌های کوچیک اما هوشمندانه تاریخ ساز بشه. نوروز 1404 مبارک رفیق. کیندی فوتبال.